الله می فرماید ولقد آتینا لقمان الحکمت، ما به لقمان حکمت دادیم، یعنی علم با عمل یا دانایی. ما به لقمان دانایی دادیم، فراست دادیم، فهم دین دادیم. ان اشکر لله، هر کسی را خدا نعمتی داده از او انتظار شکر دارد، از او شکر میخواهد. نعمت دینی هست خدا بهت داده، همین نعمت ایمان. بنده قبلا هم خدمت شما عرض کردم بعضی از بزرگان اصلا توصیه میکنند شما هر وقت برای این نعمت ایمان نماز شکر بخوان. بنده قبلا خدمت طلاب عرض کردم الله عزوجل فرموده لئن شکرتم لازیدنکم، شما اگر شکر بکنید من اون نعمت را برای شما اضافه میکنم. به شما خدا یک نعمتی داده، همه شما این نعمت را دارید. این نعمت ایمان است. هر شب 2 رکعت نماز بخوان، چه بعد از مغرب میخوانی چه بعد از عشاء میخوانی، 2 رکعت نماز شکر بخوان. شکر که خدایا تو به من ایمان دادی. الله چقدر خوش میشه که این بنده هر شب از من تشکر میکنه به خاطر ایمان. وقتی که تو تشکر بکنی خداوند عزوجل این ایمانت را بیشتر میکنه. وعده خداست. شکر هر چی بکنی چی میشه؟ اضافه میشه، بیشتر میشه. شما اگر مال دارید، شما را خدا مال داده، شما هر شب شکر بکنید خدایا شکرت، نماز شکر بخوانی، خدا مالت را اضافه میکنه. کسی برای صالح بودن و دیندار بودن فرزندانش نماز شکر میخواند. این نماز شکر سنت است عزیزان. این در جامعه ما زیاد مرسوم نیست. این را راه بندازید. خدا به شما اگر نعمتی داد، مثلا خدای عزوجل یک خوشخبری داد، شما فوراً بلند شید 2 رکعت نماز شکر بخوانید. من یکی از اساتیدم را دیدم که یک خبر خوشی بهش رسید، خیلی خوشحال شد. گفت پولی ندارم، آدم کم دست و تنگ دستی بود. گفت پولی ندارم که صدقه بدم و تشکر بکنم از الله عزوجل، در مقابل این خوشی 100 رکعت نماز نفل میخوانم. یکی از شاگردانش زندان بود، به خاطر دین رفته بود زندان بود، خدا آزادش کرد. گفت من 100 رکعت نماز نفل میخوانم. 100 رکعت نماز نفل خواند. یعنی خدا به شما یک خوشی میده، شما تشکر کنید از الله. لذا بر هر چیزی که تشکر بکنی وعده خداست، خدا بیشترش میکنه. لذا به لقمان خدا چی داده؟ به لقمان خدا حکمت و دانایی داده. الان خدا بهش میگه من این نعمت را بهت دادم، انشکر لله، شکر کن برای خدا، شاکر باش، سپاسگزار باش. لذا نماز شکر نمازی هست مسنون، و اون نعمتی که شما بر اون نعمت، و من بنده عرض کردم بزرگترین نعمت، هیچ نعمتی از نعمت ایمان و نعمت توحید بالاتر نیست. هر شب ما بخوانیم کمه. لذا من عرض کوچکم اینه که هر شب شما همون 2 رکعت نماز نفل میخوانید، بعد از مغرب، بعد از سنت ها 2 رکعت میخوانید، همون نفل بخوان، اما نیت شکر کن. اگر 2 تا دیگه اضافه نمی کنی، بگو خدایا این 2 رکعت را به عنوان شکرانه نعمت ایمان میخوانم و بس، که تو به من ایمان دادی. ببین چقدر ایمان پیشرفت میکنه، ببین چقدر تقوایت اضافه میشه. لذا الله به لقمان گفت انشکر لله، این حکمت را من بهت دادم، فهم دین دادم، علم با عمل دادم، پس شکر خدا کن. و من یشکر فانما یشکر لنفسه، الله می فرماید هر کسی شکر بکند، هر کسی تشکر بکند، نفع این تشکر به خدا نمی رسد. فانما یشکر لنفسه،
شکر میکند این شکر برای خودش هست، به نفع خودش هست، چون لئن شکرتم لازیدنکم. بله، شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. وقتی شکر میکنی نعمتت اضافه میشه. ناسپاسی میکنی، بعضی را خدا زیاد داده، مال دارند، همیشه زبان شکایت دارند، همیشه داد میکشند، شاید میترسن کسی از اونها چیزی نخواد. اینا ناسپاسی خدا ازت میگیره. ناسپاسی نکن، هرچی خدا داده شکرگزار باش. الله می فرماید و من یشکر، هر کسی که قدردان باشد، شاکر باشد، فانما یشکر لنفسه، جز این نیست که اون شکر می کند و این شکر برای نفس خودش هست. و من کفر، هر کسی که ناسپاسی بکند، فإن الله غنی حمید، همانا الله بی نیاز هست، نیازی به شکر او ندارد. حمید، ستوده شده است. خدا اینقدر مخلوق دارد که او را سجده می کنند، او را عبادت می کنند و تشکر می کنند از الله که بی حساب و کتاب. ولی ای بنده، اگر تو هم جز اونها باشی، خودت سود میبری، خودت نفع میبری.